سلام دوستان، من صادقی هستم. با من همراه شو تا بهت آموزش حرفه کانال زدن رو بدم. مرحله اول وارد برنامه جیمیل میشوید. بعد از اینکه وارد مرحله جیمیل شدید، بالای صفحه سمت چپ وارد حساب‌های کاربری شوید که داره طبق این گوشی هم که داره توضیح میده عمل کنید و در پایین صفحه افزودن حساب را بزنید. وارد گزینه گوگل شوید و هویت سنجی کنید. چهارم، روی گزینه ایجاد حساب بزنید یا ساخت حساب کاربری و حتما گزینه حرفه و کسب و کار را انتخاب کنید. این یه نکته خیلی مهمه که من زیرش هم خط میکشم. حتما گزینه حرفه و کسب و کار را انتخاب کنید اگر میخواهید کانال یوتیوب داشته باشید. پنجمیش، وارد اپ یوتیوب میشوید و اگر حساب نداشته باشید خودش وارد حسابتون میشه و اگر از قبل حسابی داشتید در پایین صفحه سمت چپ روی گزینه شما و اگه یوتیوبتون انگلیسی باشه توی گزینه یو میزنه و در بالای صفحه سمت چپ چرخنده تنظیمات را بزنید و حساب کاربری خودتون رو عوض کنید. بدون لایک و کامنت یاد نره. سابسکرایب کن و بفرست واسه دوستان. با کانال مسعود توپ همراه شو تا با آموزش‌های بیشتر من آشنا بشی.